بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تمام خواهر و برادران عزیزی که انتظار این صحبت نوبتی ما در بخش مستقیم بودند، چگونه که پیشتر در سوالهای شما به قدر امکان جواب میدادیم، به اذن الله امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. یک دقیقه ببخشید که اینجا در تلفن مشکلی دارد حاضر. و پیشتر هم خیلی گفته بودیم انشاءالله سوالهایی که تکرار به تکرار است به آن پاسخ نخواهیم گفت و اینچنین سوالهایی که دور از اخلاق هستند یا سوالهایی که عموما به درد کسی نمیخورد. شروع میکنیم به جواب دادن سوالها که عزیزان میتوانند سوالهای خود را به چت یوتیوب بنویسید. انشاءالله اگر وقت رسید به تمام سوالها در جواب هستم، یکی نشد الله نصیب کرده باشد در دفعه دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شروع میکنیم به پاسخ سوال ها. سوال یکم: حرام می شود؟ آیا خوردن این چیزها ممکن نیست؟ همه چیزها رو باید زیر خاک کرد؟ بدن در خانه مرده‌دار خوراک آش بریده جایز است؟ بردن جایز است؟ مرده بسیار می شده است. التماس معلم جان همین چیزها رو فهمانید. درباره باز خوردنی ها گفتگی هستند. پیش از همه خواهر عزیزم درباره عزاداری و بدعت ها در عزاداری یک نوار داریم در یوتیوب، می توانید از آن استفاده کنید. و اینجا گفتنی هستم که در خانه شخص مرده‌دار یگان چیز حرام نمی شود. یعنی در یک خانه بعضا می شود که ما مثلا خانه یک حجرگی داریم، آشخانه و خانهش یک تا است، در آنجا همه چیزی ما هست که در همونجا یک نفرمون مثلا از دنیا رفت، همه چیزی آنجا حلال است، همه چیزش حلال است، یگان چیزش حرام نیست. فقط کسایی که به تعزیه می روند خوردن خوراک در خانه که مرده از آنجا برآمد حرام است. در نزد بعضی علما مکروه است، در نزد بعضی از علما حتی حرام است. مثلا در ما حدیث یعنی آثار صحیح از جابر ابن عبدالله بود خطا نکنم اومدگی هست که میگویند ما در خانه مرده خوراک خوردن را از عزاداری های زمان جاهلیت میدانستیم که پیامبر منع کردن. یعنی در خانه مرده عموما رفته خوراک خوردن ممکن نیست، اما خوراکی که در آنجا هست آن حرام نیست. خویشاوندان مرده که چند روز آنجا میستند خوردنش ممکن است. خوراک پخته بردن به خانه مرده، چه آش بریده باشد چه کدام خوراک نباشد، ثواب دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی جعفر طیار شهید میشوند میگویند به خانه جعفر یعنی به زن و فرزندان جعفر خوراک پخته برید، آنها الان با مصیبت مشغول هستند. و حضرت عایشه هم حدیث در صحیح بخاری هست که حضرت عایشه وقتی کسی وفات میکرد میرفتند و خوراک پخته به آنها میدادند، خوراک تلبینه مثل عطاله متاجیکی هست پخته میدادن. یعنی شما خوراک پخته برید به خویشاوندان میت خیلی ثواب دارد، این سنت هست. اما رفته در آنجا نشسته معرکه کرده دسترخوان کشاده خوردن و نشستن اینها درست نیست. یعنی اینها از نمودهای عزاداری هست که در شریعت منع است. سوال دوم: در وقتی با امام اقتدا کرده خواندن، اگر امام بر رکوع رفته باشد میتونیم اقتدا کنیم؟ البته میتوانید، حتی در آخران سجده باشد هم شما رفته سجده کنید، ثواب همون آخران سجده رو میگیرید. یعنی درباره اینکه آدمانی که با جماعت نماز میخوانند 27 درجه از آن هم زیادتر ثواب میگیرند، حدیث انشاءالله برای هم زنها هم مردها هست. شما در رکوع باشد بر رکوع میروید، زود رکوع میکنید، اما همون یک رکعتتون دیگر شما فوت شد. یعنی بر رکوع رفته اگر رسیدید رکوع کنید و نماز را دوام دهید، بعد از امام سلام دادن از جای بر میخیزید و یک رکعتی پوره میخونید، باز اتحیات خوانده سلام میدهید. و سوال سوم: آیا کسی را به راه دین دعوت و از کارهای حرام دست کشیدن گفته نصیحت کنی و سخنهایی که ما از شما و از اهل دین میشنویم به کسی رسانیم گناهکار میشویم؟ هرگز گناهکار نمیشوید. وقتی شما از یک اهل علم شنیدید و برده رسانیدید شما ثواب میگیرید مثل گوینده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع میگویند آنهایی که الان شاهد هستند و آنهایی که غایب هستند گفته‌های مرا برسانند، گفته‌های مرا برسانند. شما اگر از کسی شنیدید و به کسی برده رسانیدید و این ثواب میگیرید. اما الله میگوید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، تو به راه پروردگارت با حکمت و با موعظه حسن دعوت کن.
یعنی نه همیشه هر چیزی رو که میشنوید رفته به همه میگوید، برای اینکه بعضی ها هستن که عموما شنیدن نمیخواهند و بعضی ها برعکس گفتن شما سبب طغیان آنها میشود و جای هدایت یافتن تکبری میکنن، با شما مشکلی میکنن. یعنی شما حتما کسی که دعوت کرده ایستادید اون رو بدونید که با کدام راه میشود دعوت کرد. بعضا میشود که شما یک بار به او رفته آیت و حدیث نمیگوید. بعضی ها هم هستن که تماما مثلا رفتید و یک چیزی شنیدگیتون رو نقل کردید و زودی قبول میکنن. یعنی با حکمت باشید که کی رو چگونه باید دعوت کنید. اما آیت رو شنیدید، حدیث رو شنیدید و فهمیدید که گویندش اهل علم است، به این ثواب میگیرید. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، به این داخل میشوید که یکدیگر رو به حق دعوت کردن و یکدیگر رو به صبر دعوت کردن. اما نمیدونید که کی گفت چی گفت، شاید یک افسانه است، یک گپی بافته است، این رو میرسونید، البته در اینجا گناهگار میشوید. سوال دیگر، آیا راست ایستاده آب خورده گناهگار میشوید؟ چنین است. درباره راست ایستاده آب نوشیدن در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که از راست ایستاده آب نوشیدن من کردن. اما در صحیح بخاری این چنین حدیث عبدالله ابن عباس است که میگویند من دیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشان راست ایستاده آب زمزم نوشیدند. برای همین در نزد جمهور علما اگر یک راست ایستاده آب عادی رو هم نوشیدید گناهکار نمیشوید، فقط یک کراهیت دارد. یعنی نشسته نوشیدید بهتر است، چون دو نمود حدیث است، یکی که پیامبر راست ایستاده آب زمزم نوشیدند، دیگری که پیامبر من کردن از راست ایستاده آب نوشیدن. جمعش این است که نشسته نوشید بهتر است، راست ایستاده بوکه ندارد ان شاء الله. سوال دیگر، صفی الله نام اسلامی است، نمیدونم نامش خیلی است اما معنیش رو هم نمیدونم، کسی که نام رو مونده است از اون باید بپرسید. من 25 سال دارم، میخوام حج فرضی روم، اما میگویند از 40 سال بالا فرضی میرود. این حقیقت دارد؟ یگان حقیقت ندارد. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله میگوید آنهایی که یعنی شرایط رفتن رو دارند آنها باید حج کنند، کی نباشند هم 40 ساله باشند هم 50 ساله باشند هم 18 ساله باشند هم، چی زن چی مرد، اونی که به بلاغت رسید شرایط حج روی دارد او باید حج کند. مادامی که شرایط رفتن دارد، حج به سال نگاه نمی کند، با 40 ساله و با 25 ساله نه، به بلاغت رسیدی باید حج کنی. فقط در مسئله زنها مثلا در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر راه از 3 روز دراز باشد، یعنی از 3 روز دراز باشد که از 90 کیلومتر زیادتر باشد، در این وقت زن باید با محرمش حج کند. این در مذهب فقط ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. در نزد جمهور علما یعنی دیگر علما نه، زن مادامی که شرایط رفتن رو دارد و راه امان است، اگر راه دراز باشد هم چون حج فریضه هست، یعنی به گردنش از سفرهای حجی است، میتواند به محرم برود. اما اینجا چیزی که گفته 40 ساله و 30 سال که گویا که در حج یک 30 سالش باشد گپی دروغ است. من حامله‌دار هستم، خیلی در مرحله وزنینش هستم، بسیار دلم به حضور می شود و از همین سبب پریشان نماز می خوانم. در این وقت من گناهگار می شوم؟ مادامی که بیمار هستید و سبب بیماری یعنی بیماریتون ناراحت می کند، انشاءالله گناهگار نمی شوید. میخواستم در موضوع شهیدان کمتر شرح میدادید. آن شهیدان سوال و جواب ندارند در قبر در قیامت. درباره شهیدان در ما آیات های زیاد است، در سوره صف هم هست، در سوره آل عمران هم هست، در سوره بقره هم هست که پروردگار میگوید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. در آیت دیگر بل احیاء ولکن لا تشعرون بود، خطا نکنم، آنها زنده هستند و در نزد پروردگارشان رزق میخورند. یگانه حدیث هم صحیح آمده است که یگانه شهید است که او عذاب قبر نمیبیند، او سوال و جواب قیامت ندارد، راست او به جنت میرود و ارواح شهدا در داخل پرنده های سبز هستند. اما شهید همانی هست که لاعلاء کلمت الله، یعنی برای بالا کردن کلمه الله، برای دفاع از دین الله، برای الله جان داده است، نه اینکه برای یک پول باشد، یکی برای اینکه او را همه شهید گویند، یا اینکه برای خودنمایی و ریا باشد. آنهایی که به خاطر دین الله جان دادند البته که از نفرانی هستند که یعنی درجه آنها خیلی که پیامبر میگن زیر و تو سنمهی
جهاد بالاترین درجه اسلام و مسلمان است و زمانی که دیگر مردهای مسلمان لذت شهادت را فراموش کردن یا گفتیم حتی تمنا نکردن، حال امت امروزه که دیده ایستادیم به این رسید. سوال دیگر، در بیمارخانه و تمام کارخانه های دولتی برای یک سپرافکا گرفتن یا یک امضا گرفتن، حتی برای شهادت نامه و پاسپورت گیری، باج دولتی را سپاریده پس از 5 سومون یا 50 سومون زیادتر یا خودمون میدهیم یا حق کار گفته طلب میکنن، یا دلیل جنایی کشایند که اکثرش بیگناه در مسئله های دینی است که پاره کلان طلب میکنن. آیا این پاره است؟ خودتون گفته ایستادید که خودمون میدهیم در حالی که قانونی نیست. البته که پاره هست، مجبورتون کردن که دیگر هیچ علاج ندارد، میگیم از روی مجبوری هست، اون هم زهر است برای گیرندش. اما اون طرف نیو شما اون رو همچون پاره دادید، شما میدونید که به او هدیه نداده ایستادید، او کار خودش رو کرد، با کارش معاش هم میگیرد، باز هم شما به او پاره دادید. البته که به همون حدیثی که پیامبر لعنت کردن پاره گیرنده و دهنده رو داخل میشوید. سوال دیگر من سطر میکنم. اول ولی شوهرم میخواد روی خود رو به چادر یا نقاب پوشانم. آیا به زن مسلمان پوشیدن حجابی که به چادر یا نقاب است فرض است که با چادر؟ درباره نقاب من پیشتر چند بار جواب داده بودم و گفته بودم که مسئله نقاب از زمان صحابه تا امروز مسئله اختلافی هست و دعوایشان هم آیت الا ما ظهر منها رو مثلا عبدالله ابن عباس میگویند چهره و دست زن میتواند گشاد باشد و عبدالله ابن مسعود میگویند تمامی بدنش باید پوشیده باشد و ظهر منها لباس است، که علما هم در این مسئله بین خود اختلاف دارند و جمهور علما یعنی اکثریت علما بر این هستند که فقط در زمان فتنه پوشیدنش فرض است، در دیگر وقت پوشید خوب است. یعنی شرایط در دولت باشید که پوشیدن برایتون یگان ضرر ندارد، گفته شوهرتان رو اطاعت کنید. اینجا گفته شوهر چیزی دیگر است، مسئله فرض و واجب بودنش چیزی دیگر است. بعضی چیزهای هست که فرض نیست اما شوهر از شما طلب میکند که مادامی که تحملش رو دارید و به شما ضرر نیست اطاعت کنید. سوال دیگر، وقتی از کارخانه برای هر یک فرزند تحفه سال نوی میدهند گیریم و اگر گیریم و مرملد و دیگر شیرینی های کرمین داشتش رو به دکان روزها دهیم گناهکار نمی شویم؟ درباره تحفه مادامی که شما خودتان تحفه رو طلب نکردید آنها خودشان دادن گناهکار نمی شوید انشالله، چون که شما طلب نکردید. از کافر تحفه گرفتن جایز است و در ما آثار حضرت علی هست که زردشت وقت هدیه میدهند در عیدشان میگیرند. مرملد رو میدانید که اگر ژلاتین بر الله هست و خوردنش ممکن نیست یا هر چیز شبهه دار هست خوردنش ممکن نیست، اما به دکان دهید هم بعضی علما اجازه میدهند یا عموما استفاده نکرده یگانجا پرتوید هم باکی ندارد، برای اون که چیزی هست که یعنی در خانه استفاده کرده نمیتوانید. از یتیم خانه روسیه کودک گرفته کلان کنی یتیم حساب می شود؟ البته او یتیم حساب می شود. یتیم است. کودکی که مایدایک هست او یتیم است. از آن روسیه گرید هم از آن تاجیکستان گرید هم، اما من میگم از تاجیکستان بهتر است. هیچ نباشد شما میدانید که پدر و مادرش مسلمان بودن، بعضا نه، یعنی یقینا کودک خواه و ناخواه به اصل خود مانندی میکند، در یک چیز نه یک چیز دیگر به پدرش به مادرش مانندی میکند و میدونید که در خاراکتر و در عرف و عادت ها تاجیک و روس خیلی با هم فرق میکنند. برای همین از تاجیک گرفتید، علل خصوص از یگان شناس یعنی کسی که میشناسید گرفتید بهتر است. اما چه خیلی گفتیم یتیم اگر از شما شیر نخورد یا از یگان خویش شما شیر نخورد بعد از کلان شدنش مشکلی محرمیت می شود. من تیلاهایم به زکات رسیدگی اما پول ندارم، کی که پول دار شوم سپارم می شود. می از مادرم میراثی بسیاریش فروشید. زکات به میراث و میراث نبودن نگاه نمی کند. کسی که در دست پول دارد یا طلا دارد و به نصاب رسیده است و زکات نمیدهد و گناهکار می شود، بی برکتی زندگیتان می شود. شما یک قسمش رو فروشید یا از خودی همون از میراث مادرتان باشد هم بدهید، میبینید چقدر با برکت می شود. سوال دیگر، آب دهان کودک بینماز می کند یا نه؟ درباره خواب ها من یگان خیلی خوب تعبیر نمی کنم، عزیزان یگان خیلی خوب نفرستید.
اما این خواهره که درباره آب دهان کودک هرگز بینماز نمیکند. حتی آب دهان کافر هم مادامی که یگان چیزی نجاست خوردگی نیست، پس خورده اش مادامی که میدونید که یگان چیزی نجاست خوردگی نیست حرام نیست. آب دهان کودک به لباستون رسد هم و بدنتون رسد هم یگان خیلی نجاست نیست. آیا کودک را صورت الله گفته خوابش را براندن ممکن است؟ سوال دیگر صورت گرفتن یا صورت فرزندانمون را در خانه کشال کردن. کشال کردن صورت ها یا گفتیم کارتینکه ها را آویزان کردن این گناه است. ممکن نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن در خانه که صورت هست فرشته داخل نمی شود و خودشون خیلی غضب میکنن وقتی حضرت عایشه پردچه که صورت جاندار بود به خانه کشال کرده بودند و این پیامبر خیلی غضبناک میشوند. اما در سوره الله ببخشید سرود الله یا گفتیم ترانه خواندن به کودک باکی ندارد انشاءالله مادامی که در داخلش یگان جمله های شرکی وجود ندارد. عایدی حق ثواب حج عمره در رمضان میگفتید. حدیث صحیح هست در ما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند عمره کردن در حج در عمره کردن در رمضان مثل اینکه با من حج فرض کرد، یعنی خیلی ثوابی کلان دارد، شما با این ثواب میگیرید انشاءالله مثل اینکه با پیامبر صلی الله علیه و سلم حج کرده باشید. آیا یک شخص مثال کسل است هوس یگان چیزی نو میخواهد، خری اگر گویی که به خودت که تو کسلی امروز یا پگاه میموری چیکار میکنی چیز نو رو گناهگار میشوی؟ به خودت گویی یا به کسل؟ به خودت گفته باشین حدیث و نفس است انشاءالله گناهگار نمیشوید، اما به کسل این رو گفتن درست نیست. آیا به زنانی کودک شیرده دارند و باز حامله دارند بسیار خوردن جایز است؟ سوال رو نمیفهمم چه رابطه دارد به مسئله های دینی. سوال دیگر، من با سطر با آداب اسلامی لباس می پوشم، در کارخانه مردهایم هستند، آیا جایز است کار کردن؟ ما در مسافرت استال کاری خوراک خوری جای لباس عوض کردگی همه وقت علاهیده است، مادامی که با مردها تنها به تنها نمیمونید، جای کارتان جدا است، یعنی زنها در یک طرف مردها در یک طرف هستند و عموما در آنجا با نامحرم ها خنده و بازی و اینها نیست، نمازتون در وقتش است، روزهتون در وقتش است، حجابتون در وقتش است، انشاءالله یکم باکی ندارد مادامی که کاری میکردگیتون هم حلال باشد. سوال دیگر، اگر روزه قرضدار باشیم رمضان با شوهر همخوابگی کرده باشید 2 ماه قرضدار میشوید گفتید، اگر 1 ماه گرفتیم بینماز شدی بعد بینمازی گرفته میشود، البته که زن همین که از بینمازی پاک شد یک بار شروع میکند به دوام دادن روزهش، یک بار بعد از بینمازی شروع میکند به همان کفاره گناه کبیره که انجام داده است. ما در روسیه هستیم، شام ساعتی 3 می شود به وقت همینجا، شام رو خونیم روزمون رو خوریم، البته روزتون رو هم میخورید، شام که شد دیگر وقتی غروب شد وقتی خوردن روزه شد که شما یک باره، یعنی در این شبها یا روزهای زمستانی خیلی روزها کوتاه هستند و برابر از آن وقتی روزه خوری یا افطار هم می شود. همین پسابیه که از طرف دولت روسیه داده می شود جایز است یا نه؟ یعنی حلال است برای ما مسلمان ها؟ شما پسابیه رو از طریقه حلال گرفته باشید، فرزند خودتان زن و شوهر هستید، به یگان دکومنت دروغینی زن دیگر کس نیستید و زن دیگر هم گویان، مثلا بعضی مردها تماما زنشان زنده و زن مرده گویان، یعنی این گونه دروغ ها نداشته باشید، هدیه دولت است ممکن است گرفتنش. معنای کلمه اله ها یا الهیم گپی تاجیکا اله ها را الهیم میگویند. اله معنایش معبود من، خداوند من است. الهیم گفته مایان یعنی همچون لهجه این کلمه را استفاده میبرند. به خانه ما مویسر خری می آیند، فروختنش جایز است یا نه؟ میگفتید مویسر رو فروختن جایز نیست در نزد جمهور علما، اکثریت علما ممکن نیست، برای اون که این اهانت به جسم خودت هست، به قدر کردن جسمی هست که الله میگوید ولقد کرمنا بنی آدم، ما شما رو احترام کردیم، به شما حرمت دادیم، شما از تمام مخلوقات بالا هستید. شما وقتی مویسرتون رو میفروشید یا اعضای بدن دیگرتون رو گران میفروشید، خودتون رو یک چیزی که به سودا میمونید که این درست نیست، یعنی اهانت است به همان حرمتی که الله به شما داده است و اون رو هم به چند پول میگیرن که اینقدر نمیدونم زیادی ها میپرسن، یعنی قیمتش چند است که اینقدر چیزی که یعنی یک اعضای عضو از بدنت رو فروختن است. کتاب مقدس قرآن را که خوانده تمام کردیم چه خیلی میبخشی بعد تمام کردنش؟
سبحان الله. همینجا سخن حسن بصری به یادم آمد عزیزان. حسن بصری میگویند قرآن نازل شد برای عمل کردن، مردم باشد فقط میخوانند و خواندن را عمل میدانند. قرآن کریم را برای خواندن و به مرده ها بخشیدن الله نازل نکرده است. قرآن آمده است تا که شمایان را از گناه ها برافشانی برآورد، شما را دستور زندگیتان باشد، سرقانون زندگیتان باشد. نه اینکه آمد که شما فقط قرآن را خوانید و به کسی بخشید و خوانید و به کسی بخشید. یعنی برابر قرآن را خواندن حتما به قرآن عمل کردن یکم به مؤمن فرض است. به مؤمن این فرض است. مسئله دیگر درباره بخشیدن که در نزد اکثریت علما بخشیدن قرآن جایز است، مثل صدقه را بخشیدن. فقط میگوید پروردگار از من قبول کرده باشه ثوابش را به مثلا پدرم مادرم بخشیدم، یگان دعای مخصوص ندارد. سوال دیگر: شوهرم دکتر برای شفای بیماران داروهای قیمتی که از فیرم می نویسی، اگر بیمار خرد برای تو بونوسی پولی جدا می شود، فایده هم دارد. آیا این پول حلال است؟ وقتی که شوهرتان میداند که همین دارو نه آنقدر برای بیمار لازم است، اما به خاطر بونوس این را می نویسد، حرام است پولش. او در اینجا به حق همون کسل بیچاره ظلم می کند. شرکت های دبدبناکی دیگر خطای و امریکا و دیگر جا به دکترها این گونه تجارت را باز کردگی هستند. دکترها خودشان میدانند که کسل به چند دارو نیاز دارد. مادامی که شما یعنی دکتران میدونند که این دارو نه آنقدر مهم است یا از این دارو هم ارزانترش هست، آن را استفاده کند، هم می شود کسل و نه به خاطر همون بونوس و هدیه گرفتن از شرکت داروی قیمتی دیگرها رو می نویسند، این پولشان حرام است. این پولشان حرام است که این حق همون کسل بیچاره رو خوردن است. سوال دیگر: اگر شوهر با جنگ مادرش زنش عصبی شده علم مادر رو از زن گرفت، 3 طلاق گفت، با برابری گفتن پشیمان شد، ملا آورده نکاح کردن، نیتی طلاق نداشت، حلال است؟ اگر با همین گپتان نزد عمر ابن خطاب می رفتید، می گفت هر دو شما زندگیتان حرام است. و نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه روید هم میگفت این زندگیتان حرام است. و نزد امام شافعی و امام مالک روید هم، امام احمد روید هم میگفت زندگیتان حرام است. در یک بار 3 طلاق گفتن، خو غضبی باشی، خو از دست مادرت باشد، خو از دست کسی دیگر، در نزد جمهور علما، گفتیم 95% علما، شما کلا طلاق شده اید، 1000 کس نکاح کندم، زندگیتان خوب نیست، یعنی زندگیتان حلال نیست. فقط بعضی علما هستند، از جمله سخن از ابن تیمیه هست که رحمت الله علیه این را گرفته اکثریت علمای عربستان سعودی فتوا میدهند که وقتی که شوهر از حد پشیمان است و این را در زمان حضرت عمر 3 طلاق را یک طلاق حساب کردن، دیگر اگر از حد پشیمان باشد انشاءالله زندگیشان حلال است. اما در نزد اکثریت علما کسی که 3 بار طلاق داد 1000 ملا نکاح کند هم زندگی اینها حلال نیست. من دختر شوهر کن دارم، اول باید دخترم رو به شوهر دهم یا حج کنم؟ عجیب است، هر دویش رو کنید، هم دخترتون رو به شوهر دهید هم حج کنید، فقط همین که توی رو کمتر خاکسارانه گذرانید. در وقت تولد اوکالی بی درد کنی در ستون مهره میگیرید، این ممکن است؟ انشالله باکی ندارد، برای اون که وی اوکال فقط برای یکم آسان کردن زایمان است، انشالله یکون خیلی مانند مواد مخدر نیست. آیا زن در زمستان بلوک پوشد گناه هست؟ مادامی که کرته های دراز دارد باکی ندارد، یعنی همون ازار تاجیکی یا شلوارهای تاجیکی که میپوشیم آن هم اسلامی نیست، چگونه که همون بلوک ها هم اسلامی نیست. اما در وقت زمستان میدانید که پایها خنک میخورد، علل خصوص خواهرکانی که در روسیه زندگی میکنند، مادامی که کرته های دراز دارند پایهایشان نمیتابد یا پایهایشان نمایان نیست و از بالای چیزی دراز پوشیدگی هستند، باکی ندارد. در وقت نماز سوره های رو میخوانیم که در آن سجده واجب است، مثلا سوره 96 و دیگر سوره های سجده دارند. در نماز سجده سهو واجب می شود. چرا سجده سهو واجب نمی شود؟ شما بعد از نماز سلام سجده کنید، بعد از نماز هم شما، یعنی سجده تلاوت قرآن علی الفور یک باره نیست، شما بعدا هم می توانید سجده کنید، یعنی به شما سجده سهو فرض نمی شود، شما بعد از نمازتان همان سجده رو کنید، تمام است. اما آیت رو خواندید و آیت سجده رو خواندید و یک بار به سجده رفتید، این باز بهتر است.
لیکن گفتید بعد از نماز میکنم به این هم گناهکار نمیشوید. سجده سهو زمانی میکنید که یگان سنت رو ترک کردید یا یگان عمل رو زیادی کردید، به جای 2 سجده 3 سجده خواندید، مثلا 3 سجده کردید، یا در رکوع به جای سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی گفتید، در این وقت سجده سهو میکنید. ژلاتین ژلاتین اگر و درشت حلالن یا حرام؟ ملاهای خودمان میگن اگر حرام شکل اولش عوض بکند حلال میشود. مثال میگن که هر که بالای کوهی نمک برآمده مرد و مردم نمک رو حرام نگفتن خوردن. نمیدونم آخرانش چی رو در مثال دارن نمیدونم، لیکن درباره ژلاتین های هستن که از استخوان تیار می شود، استخوان خوک اساساً. ژلاتین های هست که از حیوان های آبی تیار می شود. ژلاتین های هم هست که از نباتات، عموماً از رستنی تیار می شود. ژلاتین هایی که از حیوان های آبی تیار می شود همش انشالله حلال است. ژلاتین هایی که از رستنی هم تیار می شود حلال است، اما از استخوان گاو و خوک و اینها باشد این حرام است. و ژلاتین رو میدونید و شکلش رو دیگر کردگی نیست. ژلاتین شکلش رو دیگر نمی کند. ژلاتین که شما میخرید عیناً خودش هست، هیچ شکلش دیگر شدگی نیست و که بگویم شکلش رو دیگر کردگی هست. اما درباره درشت یک نمود، یعنی ماده ترش کننده هست، خمیر ترشی که شکل خشکش رو گفتیم به شکل خشک در آوردگی هستن، انشالله یگان نجاست ندارد. درباره استحاله باشد که در اسلام قانون استحاله هست. مثلا گوشت خوک حرام است، اما سوخته خاکستر شده باشد، خاکسترش به دستتان رسید نجاست نمی شود، چون که از گوشتی به تماما یک ماده دیگر استخوان تبدیل شد. خیلی که میبینم قسم زیادی زنان از توحید، نمادهای توحید و شرطهای توحید بیخبرند. میخواستم شرح دهید تا اینکه ما پرتر و فهمتر دانیم. پیش از همه درباره توحید و درس‌های عقیده الحمدلله رب العالمین تمام درس‌های عقیده کم کم امروز تا حلقه 10 در کانال یوتیوبی ما هست. شرح عقیده طحاوی از توحید شروع شده است و اینچنین در کانال تلگرام ما راه نور عقیده هایی که پیشتر گذاشته بودیم، اصول ایمان فی ضوء قرآن و سنت بود نام کتاب که جمع علمای عربستان سعودی نوشتگی هستند، 9 نفر با هم اون رو هم شرح داده بودیم که در کانال راه نور پیدا کرده میتوانید. یعنی الحمدلله درس های توحید در ما هست، اما مثل تکفیری ها توحید و شرط های توحید گفته، یک نفر رو کافر گفتن و یک نفر این کتی کافر شد فلان دعوتگر کافر شد، این نمود مقصد باشد. قاضیگی الان یعنی وظیفه ما نیست که یک نفر رو تو کافر شدی و این فلانی کافر شد گفتن. این گونه اگر توحید رو در نظر داشته باشد این گونه درس در ما نیست و نخواهد بود. لیکن توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات با تمام دلیل هایش، مثال هایش و اینچنین شرح اصول های ایمان، حتی با کودکان هم ما درس های عقیده و شرح اصول ایمان را داشتیم و اینچنین ارکان اسلام را داشتیم که همش در کانال راه نور تلگرام هست. پدر و مادر و بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان بودند، اما کشان در آخر عمر گفت که به دین پدر و بابایم میخواهم بمیرم. یک مولا گفت پدر و مادرش مسلمان بودند، شما چی میگید؟ اولا کسایی که درباره پدر و مادر پیامبر یا بابای بیبی پیامبر میپرسید، سوال عادی به خودتان دهید همین مسئله به شما چی رابطه دارد؟ یعنی آیا ایمان شما رو زیاد میکند، کم میکند؟ آیا برای جنت رفتن به شما کمک میکند؟ عقیده‌تان رو تغییر میدهد؟ یعنی این مسئله که پدر و مادر پیامبر کجا میروند، چه خیل هستند، اگر درست فکر کنیم به ما چی فایده میدهد؟ برای اینکه پیش از پیامبر شدن آنها اومدن. آره علمای هستن که میگن آنها اهل فطرت بودن و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، میگوید الله ما هرگز کسی رو پیش از اینکه به او رسالت نرسید عذاب نمیدهیم. آنها اهل فطرت هستن میگن. بعضی علما هستن که میگن آنها اهل فطرت نیستن و هر دو طرف هم دلیل های خود را دارن. اما به من و شما چی فایده دارد؟ یعنی من و شما چی کار کرده میتوانیم آنها اهل جنت باشند و نباشند؟ یعنی ایمان ما آیا به عقیده ما یگان کمک میکند؟ ما رو پروردگار از عملهایمان میپرسد، از فرزندانمان میپرسد، از اهل بیتمان میپرسد، از چی دیدیم و چی شنیدیم و چی خواندیم و عمرمان را در کجا صرف کردیم میپرسد.
نه اینکه بیاید از من و شما بپرسد که درباره پدر پیامبر چی فکر داره، درباره مادر پیامبر چی فکر داره. این رو از من و شما نمیپرسد. چرا در این مسئله ها اینقدر ما باید کفت و کف کنیم و فلان ملا این گفت، فلان ملا این گفت گوید. سوال دیگر، میگویند که صورتگیری گناه است و بعد مرگ کسی آن صورت را نگاه هم بکند و آن مرده گناه نوشته می شود. پیامبر چی گفته است؟ در آن دوره صورتگیری نبود ولی صورتکشی هیکل سازی بود. درست قید کرده. در زمان پیامبر صورتگیری نبود، هیکل سازی بود و اساساً صورت هایی که میکشیدن هم از باب عبادت، زیادیشان عبادت میکردن. یعنی مثلا یهودی و مسیحی ها صورت میکشیدند و صورت مسیح و صورت مریم گفته آویزان میکردند و از این کارها بود. یعنی همون صورت های فوتوگرافی که امروز ما داریم این گونه نبود، این گونه تماما نبود. شما هم اینجا اکنون میتوانید این رو بگویید. مثلا حاضر صورت ها چی از اون وقت فرق میکند یا فرق نمیکند؟ فرق میکند. البته پیشتر صورت کشی بود، پیشتر هیکل تراشی بود. حاضر ما در تلفن میگیریم، کسی برای عبادت نمیگیرد. یعنی صورتی حاضره رو از اون صورت باید فرق کنیم و انشاءالله مادامی که شما به خانه ها آویزان کردن به مقصد به خانه ها آویزان کردن نمیگیرید یا اینکه صورت به دست صورت آدمی نمیکشید، انشاءالله گناهکار نمیشوید. به اذن الله گناهکار نمیشوید، برای اون که اینها از یکدیگر فرق میکنن. اما صورت مرده رو گیریم به خانه آویزان کنیم، با مرده همیشه گپ زنیم، این گونه هم بعضی آدم ها هستن. یعنی خیلی این به شرک نزدیک است که مثلا مادر مرده شون صورتش کتی دائمی گپ میزنن، فرزند مرده شون مثلا صورتش کتی گپ میزنن. این قدم به شرک است که رفته رفته از او کمک میپرسن و این تماما جایز نیست. اما انشالله خیلی گفتیم صورت هایی که در تلفن است اینها بوکی ندارد. میگویند الله در همه جاست ولی باز میگویند الله در عرش است، کدامش درست است؟ و میگویند ابو حنیفه گفته است کسی میگوید الله در عرش نیست او کافر میشود. درباره این که پروردگار در بالای عرش است، الرحمن علی العرش استوى، آیت 5 سوره طه هست. در سوره ملک هم ببینید امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض، میگوید الله امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، میگوید الله آیا شما در امان میمانید همون ذاتی که در بالا هست در آسمان است به شما اگر سنگ بفرستد، سنگ بریزد از بالایتان، یا اینکه تماما با یک زمین لرزه شما رو نابود کند. و الله میگوید الیه یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، به نزد پروردگار کلمه های طیب یعنی تسبیح های شما بالا می شود و عمل های صالح اون را تماما به نزد الله می رسانند. اینها یعنی معنایش چی است؟ معنایش این است که پروردگار بالای عرشش هست و عرش پروردگار هم بالای آسمان هست. یعنی نه اینکه در آسمان یکم و دوم سوم چهارم باشد، در بالای آسمان هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثشون هم این چیز آمدگی است، در آیات های زیاد هم آمدگی هست. یگان صحابه به این یگان اختلاف نداشتند. 4 صاحب مذهب از ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده یگان خیلی اختلاف نداشتن. فقط بعداً وقتی فلسفه و بعضی مسیحی ها مسلمان شدند و بعضی مجوسی ها مسلمان شدند، اینها همه اگر الله در بالا باشد الله به مکان نیاز دارد، نه الله به مکان نیاز ندارد، الله در همه جا هست گویان دیگر این آیت ها را تعویل دادند. اما الله اگرچه در بالا است، با علمش، با کمکش، با مراقبتش همیشه با ما هست. الله همیشه با ما هست و آیت هایی که پروردگار میگوید الله از بالا برای شما عذاب فرستد، یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به بالا در شب معراج برآمدند و با الله صحبت کردند، یا در وقت دعا کردن ما دستها رو به بالا میکنیم. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میگوید الله به پیامبر ما ببینیم که تو چقدر با امید به آسمان نگاه میکنی که پروردگارم کی تو قبله را تغییر میدی. اینها همش دلالت به اون میکنن که پروردگار بالای عرشش هست، بالای آسمان ها هست. اما با علمش با اینکه از ما با خبر است ما چی کار میکنیم چی میگویم، همه اینها همیشه الله با ما هست. معنیش این نیست که وقتی الله در بالا هست او با بالا نیاز دارد. چگونه ای که معنیش این نیست که وقتی پروردگار پیامبر دارد او به پیامبر نیاز دارد، یا چگونه ای که وقتی پروردگار به من شما کرامان کاتبین به تو کتفمان ماند الله به نویسنده ها نیاز دارد. معنیش هرگز این را ندارد. سوال دیگر،
و کسانی که الله در عرش نیست میگویند معنای گپی آنها رو باید فهمید. یک بار آنها رو کافر نگفته، معنایشان چی است؟ آنها میگویند نه ما این گپ رو گفتیم الله رو با یگان چیز مانند میکنیم، گویان به تعویل میدرویند که این گونه، یعنی یک نفر نه دو نفر نه، علمای زیاد در این مسئله یک کم لغزیدند که پروردگار گناهایشان را ببخشد. سوال دیگر، زنها و دخترانی که نشید یا قرآن میخوانند و آوازهایشان رو باریک و خوشرو کرده میخوانند در بین مردم و بعضیشان در اینترنت میپرچند، ممکن است یا نه؟ درباره اینکه آواز زن تماما عورت نیست، من صحبت کرده بودم که حدیث ها در این باره صحیح نیست و یگانه الله در سوره احزاب میگوید فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه المرض. صدایتان را، یعنی به زنهای پیامبر این گونه صدا میزند، اما تمام زنهای مسلمان هم داخل میشوند که شما صدایتان را نرم و باریک نکنید که آنهایی که در قلبشان مرض هست یکی طمع نکنند به شما، گمانهایشان دیگر نشود. برای همین وقتی صدا از حد نازک است و یعنی دقت جلب کننده هست، با این گونه صدا ممکن نیست، اما صدای طبیعی است. مثلا خواهرانی اهل قرآن خواندن یا نشید درباره اسلام خواندند و یگان نفر و یگان به یگان بدبختی و شهوت دعوت نمی کند، یگانه به راه هدایت دعوت می کند، انشاءالله باکی ندارد، باذن الله باکی ندارد. سوال دیگر، یک دقیقه، اگر در یوتیوب ویدیوهای 1 مینوت و 2 مینوته براید، هر گونه بعضیش با موزیک و چیزهای دیگر است، گناهکار میشوید. مادامی که میدونید که این گونه چیزها میبراید نباید داخل شوید، مادامی که تماشا میکنید و این گناهکار میشوید، اما در دستتان نیست یکی برآمد و زود گذرانیدید، انشاءالله باکی ندارد. اما عزیزان درباره همین نوارهای 1 دقیقه 2 دقیقه که در یوتیوب میبراید، شورت میگویند، چیزی میگویند، برای ذهن انسان هم از جهت گناه هم از جهت طبی خیلی ضرر دارد. یعنی از دو جهت، هم سبب ضعیفی ایمان شما می شود، هم سبب ضعیفی عقل و ذهن شما می شود که عقل شما یک چیز رو پورا نگرفته، دویمه سیمه شروع شده میگیرد که در برش طبیبی رو هم به نزدیکی گوش کرده بودم. یعنی تا می توانید چشمی که نعمت الله هست، گوشی که نعمت الله هست، دست و پایی که نعمت الله هست، در چیزهای استفاده کنید که برای دنیا و آخرتتون خیر باشه. از و 1 2 دقیقه ها ما چی فایده میگیریم؟ یکی فکر کنید، تماشا کردیم 1 تانه 2 تانه 3 تانه 100 تا 400 تا رفت از اون چی فایده گرفتیم؟ فقط هدر وقت است. یعنی از وقت ما پرسیده میشویم. از این یعنی با یگان چیز مشغول شوید، حتی صحبت با فرزندان خود، صحبت با اهل بیت خود فایده دارد از اینکه ما 1 دقیقه 2 دقیقه ویدیوهایی که هیچ فایده ندارد با اون وقتمون رو گذرانیم. درباره چه حلال است چه حرام است، درباره مرغ ها پرسیده ایستادند و فکرم هر مرغی که به بسم الله کشته شده است برای شما حرام است خوردنش. در مسئله من پرسید، من در دولت مسلمان هستم الحمدلله، در جای ما تقریبا آدمای کافر مرغکش وجود ندارن، باز هم اپرات هست و از این شبهه کرده ما از جایهایی که مخصوص مرغ رو آدمای دیهاتی میکشن از آن میگیریم. اما در روسیه زندگی کرده باشه، در اروپا زندگی کرده باشه، در مسئله گوشت خیلی احتیاط شوید، برای آنکه حاضر با برآمدن این فابریکه ها همون گونه که در شریعت باید با بسم الله کشته شود، کشندهش باید مسلمان باشد و این چون این رگ گردن اول زده شود، نه اینکه قلبش رو با یگان داروی چیز دیگر استانند. این گونه شرط ها وجود دارد که باید این گونه در وقت خوردن گوشت اهمیت دهیم. سوال دیگر، من زنم رو طلاق دادگی نیستم، اما بیماری وسواس شده است و چند ماه شد که گریه کرده میگوید که ما طلاق شدگی هستیم. یک روز من با مادرش گفتم در این وقت او بیمار است، باید بخوانانیدش، شاید یگان جن تاثیر کرده باشد. یعنی بیماری وسواس بعضا از جن می شود، بعضا از سحر می شود، بعضا بیماری های عصبی هم هست. بعضی بیماری های عصبی هست که چیزی نشده رو شد گویان میگردن. یعنی اینجا حتما باید به طبیب مراجعت کنید، اما چیزی میگه شما به اون اهمیت ندید، او بیچاره که بیمار است، وقتی بیمار چیزی میگوید ما رو همچون بیمار قبول کنیم، نباید به این غمگین شوید یا بگوید که با این کار شما رو عصبی میکنه. دو بیمار است که باید از پای سلامتیش شد.
آیا پولی که میلیسا به دست می آورد یعنی معاشش حلال است یا حرام؟ وابستگی دارد به چیکار کردنش. اگر همون میلیسا هایی باشند که پیش راه مسجد رو میگیرند، حجاب خواهرها رو میکشند، به خانه مردم در آمده ابلاغ میکنند، پولشان هم حرام هستند و خودشان هم حرامی هستند. اگر این گونه آدم ها باشند با آنها زندگی هم کرده ممکن است. به خواهرانی که این گونه شوهر دارند من میگویم عمر خود را در کنار یک آدم ظالم هرگز نگذرانید. اما گفتیم نه، او مثلا کار میکند اما مقصدش اصلاح جامعه هست. خود پیدا شوی پلیس را دربارش خواندگی هستید. اینها پیدا شدگی هستند تا برای مردم امنیت را تامین کنند، اما امروز گرنده امنیت مردم هستند. سبحان الله. در اکثریت دولت ها به جای اینکه اینها به مردم امنیت تامین کنند، در کشورهای آسیای میانه و روسیه و پس شوروی و شوروی، اینها برعکس خطر مردم هستند. خطر مردم هستند. یکی باشد که در حقیقت برای امنیت مردم باشد و گوید من آمدم در حقیقت برای کمک کردنم به مردم، که میگیم حق حلالت است. اما نه همون گونه که من شما امروز میشناسیم، ظالمی و حرامخوری و مردم را تحقیر کردن و به خانه های مردم در آمدن و زدن و گفتن باشد، خودش هم حرام است و پولش هم حرام است و زندگی هم با او حرام است. اگر مرد زن بیوه دختردار را گیرد و دختر زنش این شوهر مادرش محرم می شود، محرم ابدی می شود، برای آنکه این نفر پدراندر در قرآن کریم آمدگی هست و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و دختر همسران شما که در خانه های شما هستند، مادامی که شما با مادران آنها هم خوابگی کردید، آنها محرم همیشگی شما هستند، آنها محرم شما می شوند. و اگر همین مرد پسر داشته باشد هم، همین مرد پسری کلانی داشته باشد هم، برای این زن محرمی دائمی می شود. بر سر قهر میگوید جوابت را دادگی 4 طرفت قبله، ولی چون آرام شود به گردن نمیگیرد. به زندگیم شبهه دارم، چندین بار خواستم دامولا را پرسم یا اثر نکاح کنیم، در این باره شنیدن نمیخواهد. در این وقت باید بدونید که شوهرتون چه خیلی آدم است. یک آدم نمازخوان این کار را کند یا یک آدم بینمازی هست که دین را به خود مسخره گرفته است. اگر 100% یک بار نه چند بار جوابت را دادگی هم گفته باشد، الکی که ها طلاق افتیدگی است که نباید با او زندگی کرد. یعنی مقصد از 4 طرفت قبله جوابت را دادم یعنی طلاق باشد، که اساسا به معنای طلاق اکثریت میگن. بعضی میشود که من جوابی گپی تو را دادم، میگن که از رفتی سخن شوهر معلوم میشود. اما گشته و برگشته این رو چند بار گفته باشد و شما شاهد داشته باشید، در این وقت با او زندگی کردن درست نیست. من 10 سال باز عائله دار، صاحب 2 فرزند، شوهرم مناسبتش خوب نیست. چندین بار خواستم جدا شوم ولی چون خیلی نزدیک هستیم با دخالت عمه و بیبی نتونستم جدا شوم. چی باید کنم؟ برای به شما مصلحت دادم باید بدونیم که مشکلی از کجا هست. یعنی یک بار به شما من هرگز جوابتون رو گرفت نمیگویم، برای اینکه عزیزان از مصیبت‌های بزرگ بالای فرزندان این چی هست؟ این جدا شوی پدر و مادر. شما شوهر کرده میروید، اون شوهرتون زنگیران میرود، همون 2 کودک بیچاره زنده یتیم در موبایل میمونن. هرگز برای طلاق شتاب نکنید، هرگز برای جدا شدن نه مرد ها نه زن ها شتاب نکنید، که وقتی عائله ویران می شود این دیگر هدف شیطان است. درباره‌اش حدیثی صحیح هست که شیطان اساساً به همان شیطانچه یا کارگرانش مکافات میدهند که بین زن و شوهر جدایی انداختند. آره می شود، بعضی بدزبانی می شود، بعضا یکدیگر را تماما تحقیر کردن و طعنه کردن می شود، اما از این هم بدتر و بدتر می شود وقتی شما از هم جدا شوید. برای همین هرگز راهی اولی خلاصی را در طلاق نبینید. ببینید که مصیبت در کجا است، مشکلی در کجا است، همراهش صحبت کنید. از یگان نفری که شوهرتون رو خوب میشناسد قطعش صحبت کنید. من مثلا نه شما رو میشناسم نه شوهرتون رو خوب میشناسم که به شما کاملا یک نصیحت کنم که همین گونه راه چاره رو پیدا کنید. اما نصیحتم برای شما هم برای تمام خواهر و برادران هم، نباید اولین راه حل شما طلاق باشد. برای اینکه علل خصوص فرزند که داشتید، فرزندهای شما در نیمه راه میمانند. فرزندهای شما دیگر نه پدر دارن نه مادر دارن و خیلی کم هستند که مردمی که از زن یا شوهر اولشون جدا شدند و خرسند هستند. اکثریت میگویند بدبخت باشد هم همون اوله بهتر بود، وقتی عائله دوم و سوم بنا میکنند.
سوال دیگر: با جای نماز مرد نامحرم نماز خواندن ممکن است چه مشکلی دارد جای نماز؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نماز می‌خواندند، زنها هم در همانجا آمده نماز می‌خواندند. مسجد زن و مردها جدا نبود. یگان مشکل ندارد این چیز. زن هستم، میخواستم دانم لازرنه اپیلاتسیا ای پای برای زن جایز است یا نه؟ در خانه خودتون کنید با که ندارد، اما نزد یک نامحرم یک زن دیگر ببخشید زن هم نامحرم می شود، نزد یک زن روید و عورت شما رو از آن و تاناه ببیند، اینجا گناه کبیره است که ممکن نیست. برای طهارت و غسل مقدار آب گفته است یا نه؟ برای من کمی بسیارتر آب قطع غسل میکنم تا که شبهه نماند. همین اسراف می‌دارد؟ انشاءالله به اسراف نمی‌دارد. کمی زیاد باشد، اگر اسراف نمی‌دارد اما از حد زیاد باشد در این وقت اسراف می‌دارد. استاذه من میخواهم شاگرد شما شوم، به کدام سایت نامنویس کنم؟ درباره قرآن پرسیدن. خواهرانی که درباره قرآن پرسیده ایستادید، از اینکه گروه‌های ما پر است حاضر یگان کس را نگرفته ایستادیم. الان نصیب کرده باشد گروهی نو باز شد، باز همراه میشوید که ما در گروه‌های درسی چه واتساپ باشد چه تلگرام باشد اعلان میکنیم. استاذه عزیز در حق مادر من دعا کنید. در بین 10 روز 2 برادرش از دنیا گذشت، خیلی زیاد میگرید. ان لله و انا الیه راجعون. پروردگار به مادرتان صبر دهد و مرده‌هایشان را با رحمت خود از اهل جنت گرداند. لیکن خواه و ناخواه دیگر گریه میکند. 2 برادر پاره جگر هست. من و شما باشیم هم چند روز گریه میکنیم. فقط گریه کردن با آب دیده باشد باکی ندارد، اما با زبان باشد دیگر انسان به گناه دست میزند. یعنی این ناشکری حساب میشود و انسان گناهکار میشود. اما فقط آب دیده و غم باشد در همه این چیز میشود. برادرت را از دست میدی، البته شاید چند روز و چند ماه دیگر به خود نایی. معلم من 3 سال شد عائله دارم، یگان بار شوهرم هم خوابه شدگی نیست. میگویند جدا شوی که گناهکار میشوی، نفست به ظلم میکنی. التماس مصلحت دید. شما اگر راضی باشید زندگیتان را دوام دهید. و نفستان ظلم کردن و نکردن این رو شما میدانید، نه دیگران میداند. من شنیده بودم پیامبرمون با کارهای همسرشان یاری میدادند. این راست است؟ درباره‌اش حدیث در صحیح بخاری مسلم است که حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه در خدمت اهلش بود. وقتی که صدای اذان رو میشنید همه چیز رو پرتفته به نماز میرفت. یعنی پیامبر در خانه به همسران خود هم کمک میکردند. سوال دیگر: من در آسیا در جای خلیب پیکرنی کار میکنم. در آنجا از گوشت خوک هم هر چیز میپزند. من با اون پول کار کردگیم میخواهم به حج روم. اون پول برای من حلال میباشد یا نه؟ شما خودتون گوشت خوک میپزید؟ گوشت خوک میپخته باشید کاری که میکنید حرام است. من درباره حجتون گپ نمیزنم، اما شما خودتون گوشت خوک میپخته باشید کارتون حرام است. اما گفتید من با گوشت خوک هیچ کاری ندارم، فابریکه به حد کلان است و من در جای دیگرش هستم، انشالله باکی ندارد. گناه صغیره چی است و کبیره چی است معلومات میدادید؟ گناه کبیره هر گناهی هست که کنندش رو یا پیامبر لعنت کردن یا الله در قرآن لعنت کرده است یا ولهم عذاب علیم یا عذاب مهین گفته وعده داده است که برای کننده های این عذاب دردناک است. یا پیامبر از کبائر گفتگی است. مثلا پیامبر در حدیث های زیاد از کبائر مثلا تهمت زدن میگن، عقوق پدر و مادر شدن، گفته پیامبر خودشان بر علا گفتگی هستند و کننده کبائر تا توبه نکند بخشیده نمی شود. اما صغائر از این نماز تا آن نماز مادامی که حق مردم در میان است، از این جمعه تا آن جمعه، از این رمضان تا آن رمضان انشاءالله بخشیده می شود. من با همراهی باشد این من با همراه همسرم برنامه شما رو گوش میکنیم. میخوام زنی دویم گیرم، 1-2 مصلحت میداده. درباره زنی دویم و سوم گرفتن عزیزان، زنی دویم و سوم و چهارم گرفتن در شریعت جایز است. این مسئله جایز است، این گناه نیست. من هرگز زن نگیرید، به یگان کس هم گفتگی نیستم، به یگان خواهر هم گفتگی نیستم. فقط الله وقتی میگوید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، در آخرش میگوید و این خفتم الا تعدلوا فواحدة. شما باید اگر شرایط داشته باشید که عدل کرده میتوانید، هم از جهت محبت هم از جهت تامین شرایط به این باور داشته باشید. از جهت ببخشید محبت گفتنم معامله، در معامله اگر من میتوانم با او
مناسبت یخخیلی کنم، به کسی ظلم نمیکنم گفتید، برایتون جایز است. و خواهرانی که هم شوهرشان یکی زن گرفتند و به هر دو طرف با عدل نگاه میکنند، مدت رشک میکنند، بعدا میفهمند که نعمت است که یک شبانه روز کاملا از خدمت شوهر آزاد هستند و به پیشروی خود میتوانند حرکت کنند. اگر در وقت نماز کودک گریه کند، برداری ممکن است، یگان بوکه ندارد. نماز را تیز نخوانید اما کودک را بردارید. نماز سنت باشد بوکه ندارد، نماز فرضی را اما تیز خواندن درست نیست. و کودک را پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نبیره های چی دخترچه چی پسرچه می برداشتند در نماز و میدونید اون زمان پامپرس هم نبود. برای همین در وقت نماز کودکتان را برداشتید، اگر پامپرس هم پوشیده باشد یگان بوکه ندارد به شما ان شاء الله. شما برای دخترکان گروهی داشتید، من و خواهرم میخواستم به همون گروه همراه شویم، درباره‌اش معلومات میدادید. گروه های ما گروه های درسی هستند، فقط گروه های دخترکان برای تمام خواهران است. در تلگرام زپس هایش یا ثبت هایش رو روان میکنیم و درس ها آنلاینی پنجشنبه و سه شنبه میشوند و در زوم میشوند که متاسفانه از 100 کس زیاد رو قبول نمیکنند و زیاد خواهرها بی بهره میمونند، فقط گوش میکنند. اما درس های زبان عربی و درس های تجوید یا گفتیم تصحیح قرآن که داریم، گروه ها رو میگیریم، 100 نفره 200 نفره خواهرها که تموم کردن باز گروهی نو باز میکنیم. شما میتوانید به کانال تلگرام داخل شوید که از آنجا انشالله بقیه راه ها رو پیدا میکنید. سوال دیگر درباره مسلمان هایی که سال نو را جشن میگیرند کمی میگفتید. من درباره سال نو سال گذشته گفته بودم که به ما مسلمان ها هیچ رابطه ندارد. نامش هم سال نو میلادی هست که مسیحی ها این را میگویند گویا که تولد عیسی است، که حتی به تولد عیسی هم رابطه ندارد و مسلمان باید در دین خود غیور باشد. نباید این گونه تا حد خوشامدگوی کافران باشیم که قطعیشان جشن سال نو قید کنیم، در حالی که آنها پروایی ندارند، نه عید قربانی ما رو نه عید رمضان ما رو. یعنی یک کم مسلمان هایی که همین سال نو رو جشن میگیرید غرور داشته باشید، یک کم غرور داشته باشید که نباید غیرت شما اجازه دهد که تا این اندازه خوشامدگوی کافر باشیم که در عیدت هم من کنار تو هستم بگویم. وگرنه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من تشبه بقوم و هو منهم، به قوم خودت را مانند کردی، در عنعنه اش، در لباسش، در چیزی که مخصوص او هست تو شریک شدی، تو هم از آنها هستی. چی فرق داره از مسیحی وقتی میگوی من هم مثل تو عیدت را ببخشید عید تولد خدایت را جشن میگیرم؟ آیا از یک جا به جای دیگر برفتنش آدمی مسلمان گناهکار نمیشود؟ در همین بابت شما چیزی میگفتید، چرا در نظر دارن نمیدانم. آیا زن بمیرد مرد او را به قبر گذرانیدنش ممکن، یعنی بعد مرگ زن دیدن شوهرش ممکن است یا که نوبرات شوهر یگان باکی ندارد؟ انشالله یگان باکی ندارد. در این مسئله با تقوادرین پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، حضرت ابوبکر بودن، حضرت علی بودن. حضرت ابوبکر مردهشان را وصیت میکنند که همسرم اسماء دختر امیس بشوید. حضرت فاطمه میگن شوهرم علی مرا بشوید و کفن کند. پیامبر میگن عایشه که پیش از من تو مردی من تو را میشویم، که پیامبر خودشان پیش از عایشه میمیرن. اینها از من و شما به تقواتر بودن، تقوای اینها بالاتر بود. باکی ندارد که یکی دیگری رو ببیند و به قبر ماند یا حتی سر قبرش برود. ما در کارخانه با روزها کار میکنیم در غریبی. آیا ممکن است که با آنها در یک استال نشسته چیز خوری، در یگان چاره‌بینی همچون کارگر؟ اگر در آنجا عرق نوشی باشد که بعید میدانم که روزها در چاره‌بینی عرق ننوشند، گوشت خوک باشد، عرق باشد، حرام است همراهشان نشستن. در این وقت نشستن حرام است همراهشان، برای اینکه مجلسی گناه و کفری می شود. سوال دیگر، در نماز حتمی سوره ها رو پای در پای خوانید؟ به نظرم پدریه داره، پای در پای خوانی میگویند حتمی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر سوره ها رو پای در پای خوانید گفتگی نیستند. شما حتی از داخل سوره های دراز یک چند آیت خوانید باکی ندارد. مهمترین چیز در نماز قلب شما هست. قلبتون باید در نماز باشد. اما یکی بعد از سوره فاتحه یکم از بقره خوندید، یکم از آل عمران خوندید یا گفتیم این طرف اومدید و قل هو الله احد خوندید، ان شاء الله باکی ندارد. سوال دیگر،
намози хуфтан ро соатҳои 2-3 хонем мешавад. баъди намози таҳаҷҷуд бо витри воҷиб хонем ё ин ки иҷозат нест. намози хуфтан ҳамеша пеш аз намози таҳаҷҷуд аст ва то вақти бомдод вақт дорад. оре дар назди абу ҳанифа раҳматуллоҳ алайҳ баъзе уламои дигар мегӯянд ба наздикии саҳар набаред, яъне аз 3-1 шаб нагузаронед ки макрӯҳ мешавад, мегӯянд ба қазошавӣ шумо наздик мекунед. аммо ин фақат сухани олиме аст ки шуморо мехоҳад мегӯяд бо эҳтиёт бошед. аммо шумо то наздики бомдод, яъне то вақти азони бомдод вақт доред ва ҳаргиз намегӯям ба азони бомдод бурда расонед, барои ин ки зуд мехонеду чӣ хонда истодед намефаҳмед, аммо то он вақт дорад. ва намози витрро агар шумо ҳар шаб ба таҳаҷҷуд хезед, баъд аз таҳаҷҷуд бихонед ки пайғамбари хусусан саллаллоҳу алайҳи васалам баъд аз таҳаҷҷуд намози витр мехонданд. лекин гуфтед баъзан хобам бурда мемонад. ҳадис аз абу ҳурайра радиаллоҳу анҳу ҳаст ки шумо вақте метарсед, шумо витрро мехонед ва баъдан таҳаҷҷудро мехонеду дар як шаб 2 витр намехонед. духтаре ки бо ман аз як зан шир хӯрдааст, бародари хурдаи ман ӯро ба занӣ гирад мешавад, ҷоиз аст? он духтар ба шумо хоҳари ширхӯра аст, ба бародари худатон ягон хел робита надорад вай. онҳо ба якдигар номаҳрам ҳастанд. оне ки ман кор мекунам, намефаҳмам саволи инҳоро. кӯдаки 5 моҳа дорам, дар квартира зиндагӣ мекунем. мегӯянд кӯдакро танҳо дар хона гузоштан мумкин нест, зеро ҳоҷатхонаву ҳаммом ҳама дар як ҷо ҳастанд. оё рост аст? кӯдакро танҳо ҳамеша гузоштан мумкин нест, алалхусус 5 моҳа ки вақти шӯхияш ҳаст, ягон зарар болояш меорад. ин ба ҳоҷатхонаву ҳаммом робита надорад. кӯдакро дар ин вақтҳо танҳо мондед, яке гирья мекунад, яке ҷоеро чаппа мекунад, аз рӯи хатару аз рӯи амнияти кӯдак дуруст нест. на ин ки ҷинне бошад, чизи дигар ки хонае ки қуръон хонда мешаваду аҳлаш аҳли намоз ҳастанд, иншоалло ягон хел ба онҳо ягон ҷинне, ягон чизе зарар намерасонад. кӯдакдор намешавам. ман аз бегона духтар гирам, бо шавҳарам ҷоиз аст? агар духтар гирифтед, хоҳари шавҳаратон ё янгаи шавҳаратон ба ӯ шир медиҳад, баъдан иншоалло боқӣ надорад, ба шумо маҳрам мешавад. дар бораи саволҳои дигар ба фикрам хеле зиёд ҳаст. алло насиб карда бошад бақия саволҳоро дар ҳафтаи дигар ё ҳар вақте ки иншоалло алло насибамон кард ҷавоб медиҳам азизон, барои ин ки ба бақия саволҳо вақтамон ҳам намерасад ва ман ҳам хеле ки медонед соҳиби 4 фарзанд ҳастаму 1 соат онҳо ором истода метавонанд. аз 1 соат зиёд шуд, дигар барои онҳо ҳам зулм мешавад. алло нигаҳбони якояки шумо бошад. чизеро агар инҷо хато гуфтам, аз тарафи ман буду, аз тарафи шайтон буд. агар бароятон кӯмаке карда тавонистам, дар баъзе масъалаҳо ба саволҳоятон ҷавоб додам, шукри аллоҳи ягонаро мекунам ки тавонистем ба бандаҳои аллоҳ, бандаҳои мусалмони аллоҳ, ба шумоён ҳамватанони азиз дар ҳар куҷои дунё ки ҳам бошед, хизматамон расид. каме бошад ҳам дар масъалае аз масъалаҳо ба шумо кӯмак кардем ва мақсад аз тамоми дарсҳои муслимаи нурмуҳаммадӣ ин аст ки хизмате дар роҳи дини аллоҳ карда бошад ва барои ҳамватанон чизе аз амонати илмӣ расонда бошад. яъне фақат мақсади мо ҳамин аст ки аллоҳ ба ин шоҳид бошад, дигар чизе аз касе интизор нестем. аллоҳ қабул кунад. аллоҳ нигаҳбони якояки ҳамаи шумо бошад ва дар ҳар куҷо ҳам ки бошед, парвардигор худаш ҳифзатон кунад. аставдиукумуллоҳ аллазӣ ла ёдиъу вадаиъаҳ. якояки шуморо ба аллоҳе месупорам ки ҳаргиз амонатҳоро хиёнат намекунад. то дидорҳои дигар дар паноҳи аллоҳи ягона бошеду ҳамеша бо аллоҳ бошед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.